سلام، من پرندیسم، اینجا پرندیس اکشنه و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. وطنداران امروز اومدم با یه ویدیو خیلی بامزه براتون. سولو اسکواد رفتم و فکر میکنم 25 تا کیل گرفتم و گفتم که برای شما بذارمش. خیلی خلاصش کردم گیم پلیو و داخل اون خوردم به یه دونه ایرانی که اونجا بنده خدا گریه کرد. من چیز خاصی بهش نگفتم ولی گریه کرد. حالا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. از همینجا از اون بنده خدا عذرخواهی میکنم، ولی خب اون به من فحش داد دیگه، من تقصیر کار نیستم. ولی خب بچه‌ها اگه دوست دارین بیشتر گیم پلی از من ببینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و یه دونه کامنت برام بذارین، چون طبق لایک های شما من یه ویدیو رو میسازم و لایک های شما انگیزه خیلی زیادی به من تا این ویدیو رو براتون درست کنم. من بدون معطل بریم واسه این ویدیو قشنگ رو دیدن. Let's go. دست نمیدونم کسی ناکم بدازه. چی گونه چرا؟ دلی اونجا چی کار میکنی؟ نه بسه برم اولی اینا بزنم. جون اینکه پایین چه جون کیل مفت قشمان. این کیه میزنم؟ کجا میزنم؟ بگی نه. وای این نه یکی این ذره شاتگان بگیرم. آماده بشیم فوش بکنیم. لطفا وایس باز نمیتونم اینجوری بزنمش. ای خودم و این آقا داشت تنها. بذار برم بگم اگه یار داره بیاد ریکالو بگیره با هم. ایسا باز کنم. سلام خوبی؟ میخوای بیایی ریکالو بگیری؟ کسی داری بگیرته؟ خیلی نوب داداش من میگم بیا کسی بگیرته. خوش که ندادم بهت. چی میگی؟ چرا فشار میخوری؟ فینیش کنم یا میان؟ الو بات افغان که پشت سر میزنی ادعا برات میداره. چرا گریه میکنی حالا؟ نه بیا فینیش بده. باش خدا شاهد من کاری به این بنده خدا نداشتم. یه نفر یا دو نفر؟ بیا پایین. آباری کلا بنازم تو 90. ببین یعنی
نید بزنم یه نید میکشم. ها 2 نفرم یا 1 نفرم. بذار یه نید بردارم. نیادیم اومد. ای رو شد. نفونید شد. نایس فینیش کنم. پینوه داریم. بابا پشت این بنده خدا بود. این اون بنده خدا بود. من این 3 بار زدم. 2 بار با شاتگان، 1 بار نه. این چی میکنه اینجا؟ خدا نگهدار دوست عزیز. لوتتو بده من هیچی ندارم. باید با پینوت خدافزی کنیم. فکر کنم اون ایکی برمیدارم. ایکی یه اسکوپ 6 فقط. خدایی نید نکشه نید نکشه نید نکشه. فقط 1 نفر مونده. شاتگان بزنم. کجاست؟ چرا اصلا سلوپا نمیده؟ کجاست؟ اینجا پشمان وطن دارید چی رقم کردنی بود. 25 کیل. نایس.